با رمز یا محمد رسول الله از همکنون آغاز می‌کنیم. در نخستین عملیات رزمایش ناو هواپیمابر فرضی هدف اصابت 4 فروند موشک قدرتمند ساحل به دریا قرار گرفت. شلیک 12 فروند موشک از روی شناورهای تندروی سپاه که 60 نات سرعت دارد عملیات بعدی بود. همچنین بالگردی که متخصصان موشکی سپاه آن را به موشک نقطه‌زن و هوشمند مجهز کرده اند در صحنه رزمایش حاضر شد و هدفگیری، شلیک و نقطه‌زنی خود را به نمایش گذاشت. آزمایش 2 نمونه موشک بالستیک دوربرد و 1 موشک زمین به زمین از دیگر نکات مهم رزمایش پیامبر اعظم است. در این رزمایش تمام سیستم‌های موشکی نیروی دریایی سپاه متحرکند که می‌توانند در زمانی کوتاه عملیاتی شوند و با غافلگیری دشمن هدف را نشانه‌گیری کنند. درگیری دریایی با شناورهای فرضی، دفاع پدافند هوایی در تنب بزرگ، کوچک و ابو موسی، پرواز پهپادهای سپاه و کنترل تمام سامانه‌های راداری و الکترونیکی و موشکی در این جزایر با پهپادها نیز از دیگر مراحل رزمایش پیامبر اعظم است.